أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از حبیبه رضی الله عنها روایت شده از شماره حدیث در کتاب مسلم 728 می باشد. اول اینکه حبیبه کی است؟ حبیبه دختری ابو سفیان همسر پیامبر صلی الله علیه و سلام می باشد. وقتی که حبیبه از فشار مشرکان مکه به سوی حبشه همراه شوهرشان عبیدالله ابن جحش وقتی که هجرت کردند، شوهرشان در آنجا وفات کرد. حبیبه را پیامبر صلی الله علیه و سلم از مدینه استاده خواستگاری کردند و مهر حبیبه را به جای پیامبر نجاشی پادشاهی حبشه 400 دینار پرداخته است که این مبلغی گران است. به جای پیامبر صلی الله علیه و سلم ولیمه داده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم ازدواج کردند به حبیبه. حبیبه بسیار زنی با غیرت بودند. وقتی که ابو سفیان برای زیاد کردن شرطنامه مدینه و مکه وقتی که به مدینه آمد و به اتاق خانه دخترش حبیبه در آمد، وقتی که داخل گشت و وقتی که ابو سفیان خواست که به جای قالین پیامبر صلی الله علیه و سلم بنشیند، حبیبه گفت به جای همسر من پیامبر ننشین، زیرا تو نجس هستی، کافر هستی و انسان کافر نجس به جای ما نمی نشیند. همچنان با غیرت بودن. ببینید یک زنی که دختری ابو سفیان چنان به پدرش جرأت کرده سخن کرد به خاطر الله. برای من حبیبه از پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریبا 65 حدیث روایت کردند. نامشان رمله می باشد. ما باید امروز دخترهای خود را رمله، سلمه و فاطمه و عایشه با این نامها فخر افتخار بکنیم. حبیبه وقتی که پدرشون از این دنیا می رود، بعد 3 روز به خود عطر می مالند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند که من برای آن عطر را خوشبویی می زنم که به خاطر سخن پیامبر گفتند که برای یگان نفر از 3 روز عزا گرفتن جایز نیست. برای همین به خاطر همین بعد 3 روز به خودشان خوشبویی زدن. فقط برای شوهر 4 ماه عزا گرفتن لازم است. حدیث روایت میکنند که حبیبه میگویند که انها قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگویند که من از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که یگان بنده ای که در یک شبانه روز، در یک روز 12 رکعت نماز نافله بخواند به غیر از فریضه، الله به او در جنت یک خانه بنا میکند. پس از اینکه میگن حبیبه این سخن پیامبر رو شنیدم، من نمازهای سنتی پیش از بامداد 2 رکعت، بعد پیش از پیشین 4 رکعت، بعد پیشین 2 رکعت و بعد مغرب 2 رکعت و بعد خفتن 4 رکعت خفتن 2 رکعت رو ترک نکردم. ببینید پیامبر صلی الله حبیبه چگونه بودن. ما باید سنت های راتبه رو، سنت مؤکده که میگن، ترک نکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما اگر در یک شبانه روز 17 رکعت نماز فریضه بخوانیم، 12 رکعت نماز سنتی پیامبر میخوانیم که این همگی 29 رکعت میشود و 11 رکعت نماز تهجد که 8 رکعت تهجد میخواندن و 3 رکعت وتر واجب میخواندن. با این 40 رکعت نماز داریم. باید ما این سنت ها رو مواظب باشیم و در وقتهایش بخوانیم. و این چنین حدیث وارد شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند خداوند مورد رحمت قرار گیرد شخصی که
پیش از عصر 4 رکعت نماز میخواند و این پیش از عصر این چنین در سنن ابو داوود و ترمذی 430 شمارهش وارد شده است، حدیث روایت شده است. برای همین ما این سنت به این سنت ها پایبند باشیم و تا که الله از آن پیامبر که وعده کردن، از آن خانه ای که پیامبر وعده کردن برخوردارمان کند. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.